برادر ما نقطه خیلی خوبی را اشاره کردن و در کل اگر به صورت سوالی بگیریم بحثشان این بود که انسان و انسانیت چهدا به هر دینی هست و ما نیاز داریم نه تنها در اسلام و قرآن بلکه به هر دین دیگه ما نیاز داریم که چهدا به انسانی را باید بگذاریم بعد وارد دین بشیم. و این که گفتن شما اینجا در عنوان نوشتین که اسلام دین انسانیت با این تضاد داشتن، یعنی نه تنها اسلام بلکه ادیان دیگه هم دین انسانیت هست. ببینید محترم، این یک تا سوالیه گذاشتیم. ببینید سوالیه به خاطر چه هست؟ سوالیه به خاطر این هست که اسلام دین انسانیت، یعنی ما سوال کردیم که آیا اسلام دین انسانیت هست؟ ما براتون شرح کامل را میتونم که اسلام دین انسانیت هست یا نه، و اگر اسلام دین انسانیت هست و ادیان دیگه که شما گفتین دین انسانیت هستن در کل تفاوت‌هایشون چه هست؟ اسلام در کل و ادیان الهی، ادیان آسمانی، هر دینی که باشه تهدا به تمام ادیان الهی و از جمله تهدا به اسلام و قرآن که تمام ادیان الهی در کل به نام اسلام یاد میشه. ما غیر از اسلام دیگه دین نداریم. از حضرت آدم تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تمام اینها در یک دین بودن که اسم دینشان به نام اسلام بود، چه تسلیمیت. شما در قرآن اگر مطالعه بکنید در باب حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، تمام اینها را گفته شده که مسلمان بودن و دین اسلام ایمان داشتن و در اهداف مشترک بودن که هدفشان رسانیدن مردم به یکتاپرستی بود. بعد وقتی میاییم روی انسانیت حرف میزنیم، تمام ادیان الهی و تمام پیامبران وظیفهشان این بود که در ابتدای بحث برای مردم انسانیت را نشر بکنن و حفظ انسانیت در ادیان آسمانی و در ادیان الهی یکی از وظیفه‌های کلی اون دین هست که باید انسانیت را برای انسانها حفظ بکنه. حالا وقتی قرآن میایم، مسئله قرآن از انسانیت یکم تغییر میکنه. مسئله قرآن تنها مسئله انسانیت نیست، بلکه الله متعال مسئله قرآن را وقتی نازل میکنه مراحل انسان را از انسانیت بالاتر میبره. تنها انسان را مشخص و مختص به انسانیت نمیسازه، بلکه شما مسائل مثل مسائل انسانی، مسائل بالاتر از مسائل انسانیت هم در قرآن پیدا میکنین. به طور مثال مسائل انسانیت چه است؟ انسانیت این هست که شما در جامعه نباید دزدی بکنید، شما در جامعه نباید دروغ بگویید، نباید قتل و کشتار بکنید و مثل انسان زندگی بکنید که الله متعال احکام را برای ما میفرسته به خاطر انسان شدن و انسانیت را حفظ میکنه. بعد اهداف بالاتر هم تعیین میکنه. به طور مثال برای ما میگه هدف شما تنها امارت در زمین نیست، بلکه هدفتون این هست که در زمین شما عبادت بکنین. وقتی که بحث عبادت میشه، الله متعال در بحث عبادت می اهداف بالاتر به انسان تعیین میکنه. پس هدف انسان چی میشه؟ اسلامیت. انسان باید وارد اسلامیت بشه تا به اهداف عبادی خود درست برسه. بنابراین وقتی شما وارد اسلام و تسلیمیت میشین باید به اهداف عبادی برسین. وارد اسلام میشین شما برایتون نماز، روزه، زکات، حج و مسائل اخلاقی که هست تمام اینها فرض میشه تا شما بتونین به هدف عبادیتون توسط اسلامیت برسین. یک مرحله دیگه هم قرآن انسان را بلند میکنه، از مرحله اسلامیت میبره انسان را به مرحله ایمان و باور. بعد اینکه شما عبادت کردین باید به مسائل معرفتی بپردازین، باید با الله متعال، با جهان هستی، با علوم که صدهای در قرآن درباره علوم جهان هستی حرف میزنه تا شما بتونید بالاخره به ایمان برسین و از طریق ایمانتون به معرفت و شناخت برسین. پس مرحله ایمان هست مرحله سوم که الله متعال هدف خلقت انسانها را معرفت معرفی میکنه در سوره زاریات سوره 51 قرآن آیه 56. و همچنان الله متعال اهداف بالاتر از ایمان هم تعیین میکنه که عبارت هدف خلافت هست. الله متعال در سوره بقره سوره 2 قرآن آیه 30 میگه که این جایل فی الارض خلیفه، هدف شما در زمین هدف خلافت هست، شما باید در زمین خلافت بکنید. پس بنابراین نه تنها انسانیت در اسلام احاطه شده و پوشانیده شده، بلکه مراحل بالاتر از انسانیت هم در قرآن تاکید شده که انسان باید به رشد روحی، رشد عقلی و رشد قلبی خود برسه تا بتونه مراحل بالاتر را طی بکنه و از ملائکه ها بالاتر شود. و این که ما بیم تمام 20 ادیان را اسلام فرض بکنیم، ما به همون دینی نیاز داریم یا به همون قانون نیاز داریم که 20 را به حد کمالش حفظ کرده بتونه. حالا تمام ادیان ادعا میکنن که 20 انسانیت هست، ولی قرآن با حد کمالش میتونه این 20 را حفظ بکنه، 20 انسانیت را و بعد مراحل را و اهداف را بالاتر از انسانیت را
به انسان معرفی بکنن. امیدوارم پاسخ سوال شما باشه.